عزیز بر رقابت سنگین وزن ها توجه میکنیم. جایی که پهلوان ناماشنای تاجیک تیمور رحیموف با جدوگی سفید در برابر گریگوری پریور از کشور ایالات متحده آمریکا دست و پنجه نرم میکند، به همان سمت مقبول و پسند خود به سمت چپ چنگ میزند. تیمور رحیموف قسمت آستین حریف را هم بسیار به مورد قپیده است. برای اجرای همان هلوک معمولی داخل پای جهد و تلاش میکند و شاید ورزشگر امریکا احساس میکند که همان سمت خطر داشته باشد برایش. به همین ترتیب کوشش میکند که راه فرار یا راه نجات را بجوید. دو مراتب جهد کرد و پایزنی میکند. تیمور رحیموف برای پریور گیورگی را از صدر راه برداشتن در مرحله دوم رقابت ها دور دوم و این هم شانس خوبه برای تیمور رحیموف در صورت از صدر راه بردارد این حریف را. و ببینید فورا یک پایزنی به مورد میکند. در بخشی از استحکام وضع هم تیمور رحیموف به نظر میرسد که کنترل خوب داشته باشد و به همین ترتیب 10 ثانیه دیگر میتواند قبل از انجام وقت اساسی تیمور رحیموف را به مرحله سوم ببرد. ولی بسیار شعله‌دار و با غرور مرحله آغاز رقابت هایش را تیمور رحیموف شروع کرد و قبل از انجام وقت اساسی در مدت 1 دقیقه و 4 ثانیه پیروز شد و به مرحله سوم رقابت ها می رود. اولین